24 ساعت سرویس میره توی شهر متروکه که قوانینی نداره. نو لاز، یعنی نه پلیس داره، نه آب داره، نه قانون داره و هیچی نداره. قبل از اون لایکم بکن. باشه مرسی. این دفعه چالو نمیذاریم ولی لایکم بکن. اسلپ سیتی یه شهرک توریه وسط بیابون و این بیابون داره نه برقی داره، نه آب لوله کشی داره و نه حتی پلیس و قانون. شما اومدیم و گفتیم سگ تو مرگ و زندگی 24 ساعت اینجا بمونیم. داریم شهر اسلپ نزدیک میشه ولی همونطور که میبینید کلی جاده و اینجور چیزاست اینجا. گفت اسلپ، فکر کردم میگه اسنپ، میگه با اسنپ داریم میریم اونجا. ولی از این پیچه که بگذریم هیچی نیستش. خالی پشمام. درود بر شرفت. حالا در اندرون شهر اسلپ هستیم. اینجا همون کوه نجاته، یه جای توریستی که قانون اینه که از جا جلوتر نباید برویم. چندلر برو ممنون نکنه کارو. چندلر قانون نداری که چی میگه؟ آفرین دقیقاً قانون نداره میتونی وارد شی، مشکلی نداره. این دیگه چیه؟ محل مورد علاقه کریس؟ همش رنگین کمونه که. حالا بالای کوه کندیم و شهر اسلپ هم کمون ورتره. آره آره خلاصه یه غار پیدا کردیم که روی دیوارش نقاشی داره. نه خدایی من نمیتونم چندلر برو میگم برو. یه چیزی تو مایه های بازی های ترسناک. آره دقیقاً. اوه اینجا چه خبره؟ رفیق من که اون تو نمیرم. هی فیلم نگید. شما فقط بالا رو نگاه کنید. فقط 2 ساعت که برام سوال شده که این وسط بیابون چیکار میکنه. کاملا منطقیه پسر. حالا جلوی تابلو اطلاعات شهر هستیم که نوشته آخرین آزادیتون همینجاست. دسکمیم agor.anod. بچه‌ها این کریسه. نگاه کنین. کریسه. آره خیلی کیری. دقیقاً اینجا فدک برای کی بسته برده خدا میدونه. این چیه؟ کودک نو. بچه به نظرم بهتره بری. آره. گرت نکن مرد، در بزن حداقل حداقل. در بزن. در زن. کسی خونه نیست؟ به خدا من اونجا وارد نمیشم. بله. کریسو کمکش کن من میرم. اینطور. این چیه؟ این وینی دپوه روی قبر. چقدر کریپی شد. خدا یاداریم کجا میریم. میترسم یهو یه چیزی بپره رو. بیشتر بقیه باید بترسن که تو بپری روشون. خیلی اینجا ترسناکه. آره خیلی ترسه که بهتره بری بچه دیگه از اینجا. هی گرت نکن تو اینجایی. اوه چه باحال راست. این خیلی شبیه. خیلی خب تاریخی پهباد بفرستون بالا نما بگیر. اوکی. تاریخ فرستاد بالا. این نمار چیه؟ 3 ساعت. بعدیو میریم یه موزه هنری که مال یه یارویی به اسم ویزارده که میگه قانون داره. عجیبه. خب پسر جون، من اینجا فقط 3 تا قانون دارم. 1 نیاز نیست روی فرش بمونی. 2 همه چیزو میتونی لمس کنی و 3 اگه چیزی رو لمس کردی و خراب شد بگو وقتی اومدی خراب بود. فهمیدی؟ ها خیلی خوب. تو یه سالن بولینگ بازی کن. این چه کثافت. خدا اصلا نمیخوام در مورد این مجسمه حرف بزنم. تو یه سالن بولینگ بازی کن. فقط میخوام که پینا رو برگردونی سر جاش. 3 روزه که هیچ قتلی نداشتی و هدفمون 1 هفته است. دمتونم گرم. کریس برو.